آیا درست است که زنها خاشقایشان را چینند؟ نه، درست نیست برادر عزیز. خاشی زن چیندن براش حرام است، چون که پیغمبر بزرگوار لعنت کرده. مثلا حتی خدا لعنت کرده. پیغمبر خداوند چند طایفه مردم لعنت کرده است. یکی از همون زنهای هست که خاشها را میچینند یا اینکه موهای سر کلفه میکنند که با مردها مانند میکنند. یعنی که تغییرات در خلقت پروردگار میکنند. خلقت صورت خداوند برای انسان چه شکل صورت کشی کرده است، خلقت خدا را تغییر دادن، این خودش یعنی خداوند لعنت کرده است. مردهایی را که خودشون به زنها مانند میکنند یا اینکه زنهایی که خودشون به مردها مانند. حتی یعنی خصوصا خاش چیندن در لفظ حدیث آمدگی است، این حرام است برای زنها. حق ندارند، اجازه دارند، حق دارند که خاش کشند، خاشون با چقدر قوستر و زیباتر کنند، اما برای چیندنش حق ندارند. این حرام است.